پنجشنبه آشور ممدوف ساکن 68 ساله دهه روشاروی ناحیه روشان 23 سال باز تلاش دارد تا همراه با همدهگان بزرگترین قطعه زمین کش در بدخشان را آبیاری کنند. اگر آب طریق قبوری بزرگ از رودخانه یزغلام دره از مسافه 6 کیلومتر تا این قطعه زمین برسد، او صاحب 100 هکتار زمین می شود. مالکیتی که او را زمینداری رقم 1 ولایت کوهستان بدخشان می کند و به حساب و کتاب خودش در ظرف 5 سال میلیونر خواهد شد. پس از 23 سال قرار است این لایحه همین سال نهایی شود. سال 1995 پنجشنبه که آن زمان 45 سال داشت، همراه با همدهگان به حکومت محلی و بنیاد آقاخان نامه نوشت تا برای آبیاری 2000 هکتار زمین دهه روشارو کمک کنند. در ولایت بدخشان که از لحاظ مساحت کلانترین ولایت تاجیکستان است و همگی کمتر از 12000 هکتار زمین کشت دارد، 2000 هکتار زمین آبیاری شونده روشارو را ساکنان گنجی نمی‌دانند. باری اول در سال 1996 برای آبیاری این قطعه زمین نزدیک $600,000 جدا شد و چند سال پیش آب تا نزدیک دهه رسید ولی زمین فرو رفت و کانال تخریب شد. سال گذشته برای برقراری کانال $400,000 دیگر جدا شد و قرار است روزهای نزدیک آب تا دهه رسد. پنجشنبه آشور ممدوف ساکن دهه روشارو که 10 سال هماهنگسازی برنامه آبیاری زمین‌های روشارو را بر دوش داشت، روز 20 میلیون بر رادیو آزادی گفت آبیاری این زمین‌ها را 100 ساله‌ها گذشتگانش آرزو می‌کرد. او میگوید اقلیم این موضع خشک است و بدون آب آن زمین‌ها کشت نمی‌شوند. او گفت یا کارتیسکا پروری کنه اگر 20 هکتار بگیریم البته چه زندگی میشد، میلیونر میشن آدم‌ها. من به این باوری دارم. هر وقت که آب میبره خیلی وعده دادن که 100 هکتار به ما وابسته میکنن. در اون صورت ما میتوانیم البته به مسئولات ما رو به بازارها نه به وادی هند انتقال میکنیم و البته میلیونر میشویم. پنجشنبه آموزگاری فنی زبان روسی است. 3 دختر و 2 پسر دارد. پسرانش حالا در روسیه مهاجرند. او میگوید با آمدن آب پسرانش را از روسیه به وطن پس میخواند تا در زمین کار کنند. دهه روشاروی جماعت سوناب روشان در وادی دوردست برتنگ در بلندی بیش از 3000 متر از سطح بحر جایگیر است. در این دهه 186 خانواده زندگی می کند. این دهه که کلانترین دهه وادی برتنگ است با نیروی برق تامین نیست و زمستان نیز راههای ماشینگرد به آن بسته می شود. مواد آذوقه را ساکنان از خاروق دسترس می کنند. آژانسی تامین آذوقه نزد پرزیدنت در این وادی انباری ویژه دارد تا هنگام بستن راهها مردم از آنجا آرد و دیگر مواد نیازی اول را دسترس کنند. حالا چشم اکثری ساکنان دهه به آبیاری این زمین ها دوخته شده است تا آنها را از مشکل بیرون کنند. اما برخی ساکنان در این 23 سال که پنجشنبه تلاش آوردن آب بر روشارو را داشت، امید را از دست دادند. مدومروف ساکنی 58 ساله دهه روشارو میگوید باری دوم است که برای کانال پول جدا می شود ولی ظاهرا آن مبلغ ها درست استفاده نمی شوند. ملابکوف رئیس جماعت سوناب ناحیه روشان که دهه در آن جایگیر است میگوید این بار تطبیق لایحه جدی است. او گفت همین 3 چیز مردم سطح زندگی مردم رو پیش رفتن نمیموند. یکم نبودن برق، دوم نبودن همین راه. انا همین زمینی که از خود میکنیم، انا تمام همین از خود کردن همین زمین‌های جماعت دیوت سوناب خود تامین میکنیم. برای همین خودمون تامین میکنیم. موتور جگون نمیشیم که همین لیکن خودمون تامین میکنیم. گلایوز نیازف رئیس اداره کشاورزی ناحیه روشان ولایت کوهستان بدخشان روز 20 میلیون بر رادیو آزادی گفت هر ساکن چقدر زمین خاص بر اساس قانون برایش میدهند. این مسئول اداره کشاورزی میگوید حالا در ناحیه 1,500 زمین کشت است و با آبیاری زمین‌های روشارو تعداد این زمین‌ها بیشتر خواهد شد. با گفته او کشف و آبیاری زمین‌ها بیشتر مشکل بیکاری، نشأمندی و میزدگی را کاهش خواهد داد. ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان نزدیک 300,000 اهالی دارد. هرچند مساحت ولایت نصف تاجیکستان را تشکیل می‌دهد، بنابر کوهستان و سنگی بودن زمین کشتش خیلی کم است. بر اساس حساب رسمی به هر ساکن این ولایت همگی بیشتر از 3 متر زمین کشت می‌رسد.